بنو به اطلاع دریافتی پایگاه خبری بامداد، دلشاد سیدمرادوف سرکرده گروه آدمربایان که بعد ربودن و کشتن بانکدار شناخته شهرت اسمت‌اللهیف از تاجیکستان فرار کرد، فعلا توسط اینترپول در جستجو قرار دارد. به احتمال غالب در نزدیکی های شهر دنیتسک در شرق اوکراین قرار دارد و در سر نقشه در یک بتالون جمع آوردن جنگجویان تاجیک، شرکت حربی خصوصی چویکا واگنر و تشکیل بتالون تاجیکی در هیئت آن را دارد. بر اساس معلومات دریافتی در صحیفه چویکا واگنر در اوکراین از 400 تا 500 نفر از زادگان تاجیکستان می جنگند. اکثر آنها محبوسان تاجیکند که در عوض وعده عفو و آزادی از محبس با واگنر قرارداد بسته به جنگ ضد اوکراین رفتند. اما در حیات این شرکت جنگجو در اوکراین شماره از کارمندان سابق مقامات قدرتی تاجیکستان که به دلیل‌های از صف مقامات رانده شدند نیز گرد آمدند که تقریبا همه آدمربایانی که در ربودن و قتل شهرت اسمت‌اللهیف دست داشتند از این زمره اند. در یکی از گروه‌های بسته جنگجویان تاجیک که در اوکراین می جنگند اخیراً معلومات نشر شده است که دلشاد سیدمرادوف همراه 16 جنگجوی دیگر تاجیک و ازبک در کیلومتر هفتم شهر دنیتسک قرار دارد و نقشه دارد که روزهای نزدیک با بچه‌های چویکا واگنر واخورده با آنها نقشه تشکیل بتالون علایده تاجیکی را مطرح کند. بیایید یکجای شویم و همه یک خط را بقپیم و پیش بریم، پیشنهاد کرده است دلشاد به جنگجویان چویکا واگنر. تصدیق این خبر توسط منابع دیگر امکان ندارد. گروه های جنگجویان تاجیک در شبکه‌های اجتماعی خیلی بسته اند و مستقیما با آنها وارد شدن و تفتیش کردن معلومات نیز ناممکن است. معلوم نیست که این گپ تشکیل بتالون برای خطا بردن مقامات پهن کرده شده است و یا دلشاد کراسافچیک با این را میخواهد خطر بازداشت و استرداد به تاجیکستان را از بالای سر خود دورتر کند. پیشنهاد تشکیل بتالون تاجیکی از حساب جنگجویان تاجیک واگنر در حالی است که در پی آشوب بی‌فرجام رهبر مؤسس آن اوگنی پریگوژن که اتفاقاً 23 ایول سال 2023 در یک روز با ربودن اسمت‌اللهیف از سوی گروه جنگجویان چویکا واگنر در دوشنبه صورت گرفت. چویکا واگنر از حق ادامه اشتراک در جنگ ضد اوکراین محروم گردیده با جمعی از جنگجویان خود به بلاروس رفت. با جنگجویان دیگر واگنر در اوکراین پیشنهاد شده است که با وزارت مدافع روسیه قرارداد ببندند. این در حالی است که با گذشت بیش از یک ماه از ربودن و کشتن معاون رئیس آریان بانک شهرت اسمت‌اللهیف، مقامات تا حال جسد او را پیدا نکردند.